در هر سرزمینی در هر مردمانی پرچمش یک رنگ هایی که در پرچمش هست و اون نوشته هایی که در پرچمش هست یا شکلی که در پرچمش هست یه معنا مفهومی داره که این معنا مفهوم برگرفته از فرهنگ و خواسته های اون مردمه. ما در قبل که پرچمی داشتیم سه رنگ سبز و سفید و قرمز، روش شیر و خورشید بود. حالا بعد می‌بینیم که این چند ساله این شیر خورشید برداشته شده، به جاش کلماتی اومده اون بالا که اصلا زبان ما نیست و فرهنگ کهن ما نیست، یه زبان بیگانه است اومده. پس مشخصه کسانی که این آمدن این پرچم رو درست کردن یا علم رو پرچم ما زدن چه طرز تفکری دارن. یعنی میشه گفتش که با زبان و آیین ایرانیت ما سخت مخالفن. چرا؟ برای که رو پرچم ما هیچ نمادی از فرهنگ ما نیست. اینجاست که آدم باید بفهمه که چه فرهنگی یا چه نافرهنگی بر سرزمین ما داره حکومت میکنه.